عرض سلام خدمت ملت نمک نشناس. مترو صیغه‌ای هستم و همسر دوم شهردار سابق تهران. آره چتونه؟ کجاتون سوخته؟ دارین راجع به من صحبت میکنی؟ خب من بیام خودم بگم. اصلا سر تاریخ ازدواج من دعوا شده تو رسانه ها. همه تون نشستین اصلا تاریخ اشتباه دادیم به هم دیگه، بدین موردش رو برده. اصلا نمیدونین من کی ازدواج کردم کی صیغه شدم. اما مطمئن میشم تاریخ طلاقمون رو درست بدونین ها. اونا رو هیچ نگران نباشین. آره عزیزان، ولی راستش اینه که آقای شهردار 7 ماه بیشتر شهردار نبود. حالا دیگه دلیلش چی بود که استعفا داد؟ خب بماند. خیلی چیزایی مزخرف دارن میگن اختلاس و دزدی و فحشا و نمیدونم مهمونی های آنچنانی که مثلا 10 تا زن و یه دونه مرد و اونا. فکر کنم اینجا میگن اورجی، به انگلیسی نمیدونم والا. هیچی دیگه. من همسر دوم ایشون هستم. ایشون استعفا داد. حالا بهتون میگم برین قلیونتون رو بگیرین، چایتون رو بگیرین. ملت نمک نشناس غیبتگو پشت سر مردم همه چی دارین حرف میزنین، پشت سر منم داریم حرف میزنین، مزخرف میگین دارین دیگه. حالا بهتون میگم، خودم میگم. بادا مبارک بادا، شلا مبارک بادا. آره والا آقای شهردار که خیلم ریاضیاتش هم خیلی خوبه. آره چنان این پولا رو میشمرد، چنان این وسط اتاق مهمون خونم و این پولا رو میشمره که شما بیا تماشا کن. اصلا دلم میره وقتی این دلارا رو میشماره. آره پس چی فکر کردین؟ ریاضیدانه، اصلا ریاضیدانه که اصلا بدجور. آره اینا من نشناس داشتم میگفتم آقای شهردار 7 ماه بیشتر شهردار نبود. بعد منم خب خدا میدونه صیغه چندمیش هستم، اما خب همسر اولی هم دارن. آره از کجا میدونم؟ چون روز که داشتم من صیغه میکردن خب خانمی خیلی ناراحت بود، اومده بود داشت خیلی فوش و حرفای رکیک میزد، خیلی فوش داد، طفلک خیلی ناراحت بود. اما خب تقصیر من چیه؟ باز الان خرابه دیگه. شوهر نیست عزیزان، شوهر نیست. اگه شوهر بود توفیق کنی من میگم زنی مرتکه میشدم. anyway من صیغه ایشون شدم. خب ایشون 68 سالشه. آره من چند سالمه؟ من خب 27. ایشون استعفا که چون که ناراحتی بیماری قلبی دارن. آره ماجرا اینه که من هر وقت این چادرم و یه خودی میکشتم پایین ایشون قلبش بدجور به تپش میافتاد. خب ما رفتیم دکتر، آقای دکتر گفتن آقا جان شما پیری، خیلی پیری، این زن جوان رو گرفتی. خب معلومه قلبت به تپش میفته. والا منم مجبورم چادرم دیگه زیاد در نمیارم چون آقا قلبش میگیره. آره خب گفتم پیره. بعدش هم خیلی دارین مزخرف میگین، شایعه دارین راجع به من میسازین، میگین صیغه‌ایه. اصلا تاریخ اشتباه کردین. من آقای شهردار ماه فروردین ایشون استعفا دادن به خاطر بیماری قلبی. گفتم دیگه چرا بیماری قلبی دارن. خب من این چادرم این در میافتم اینور اونور میکردم، خب قلب آقا میریخت دیگه، قلبش میتپید. بعد من خب اونجا صیغه بودم. آره صیغه بودم. بعدش که شما اینقدر اومدین مزخرف گفتین و صدای منو پخش کردین و اصلا دیگه کردین، کلمات منو گذاشتین کنار هم دیگه و اینا. بعد من شدم اصلا خودم به دست خودم یه عقدنامه نوشتم دیگه، اصلا عقد آقام. آره همسر دوم ایشونم. آره چرا زنش شدم؟ خب شوهر نیست. خب من مجبور بودم دیگه زن این کریهل فیس بشم دیگه. آخه شوهر کجا بود؟ خب دلار هم زیاد داره، خونه داره، ماشین داره. خبر مرگش حالا دیگه 5 دقیقه است دیگه، حالا من خاک تو سر میکنم میره. آره دیگه نبود دیگه. من خانواده‌ام هم راضی بودن، اصلا رسما از من خواستگاری کردن. آره البته قبل از اینکه خواستگاری کنن قلبشون خیلی تپیده بود، چندین بار، حدود 3000 بار.
خب سیغه هستی که سیغه اینجا 1 دقیقه داریم، 2 دقیقه داریم، 5 دقیقه داریم، 1 هفته، 2 هفته، 1 ماه، 1 ساله. آره هیچی که این سیغه ما هم خوب طولانی نبود، کوتاه مثل وامهای خانگی مثلا اینا نبود که طولانی باشه، کوتاه مدت بود با بهره زیاد. آره بعدش من گفتم که بابا جان باید منو بگیری. البته گفتم و خانم اولش خیلی بد و بیراه گفت، دوستاشو آورد تو اینستاگرام فوش خواهر و مادر به من میدادن. البته خب منم به اون خانم اولش گفتم بودم عزیزم حالا ناراحتی نداره، تو روزای جوانیش، حالا من با این کریه فیس با این با گندش باید بسازم، حالا دیگه تو باید خوشحال باش، کلات هم میتاز بالا که مجبور نیستی چادرتو اینجوری بکشی کنار، من باید بکنم. اما من عاشق ایشون شدم، به چشماش که نگاه میکنم دلار میبینم. آره دلار بخت میزنه لامصب. عاشق شدم، عاشق. آره چطوره؟ مگه شما تو عاشق نشدین؟ اصلا عاشق این آقای 67 ساله شهردار سابق تهران شدم. آره الان خانومشونم. آره خودم اقنامه رو خودم نوشتم با نستعلیق، خطش نستعلیق، خیلی شرعی، خیلی رسمی، آفیشال. آره بابا مزخرف کم بگیر راجع به من، ملت نمک نشست. بعدش هم میان مزخرف میگین دیگه. حالا ثابت شد بهتون که آقای شهردار بسیار آدم شریفی هستم، منم خب بسیار خانم شریفی هستم. آره دیگه اتفاق بدی نیفتاد، هیچی دیگه حرف دیگه ای ندارم. حالا برید بگید که سیغه بود. آره سیغم، اصلا من راضیم، من پرابلمی با سیغه بودن ندارم، اصلا تو آخر عمرم سیغه خواهم بود. بچم سیغه گفتم طولانی و کوتاه مدت بلند مدت داره. بچم یه بابا پیری دیگه، حالا اومد افتاد مرد. شما فکر اون خونه ها و کاندو ها و ماشینه ها و دلار و اینا بکنین. آره شما بلند مدت حساب کنید با خودتون، زندگی که فقط امروز که نیستش. آره عزیزان برید که امروز گفتم دیگه برای ایشالا که تمام سوالاتون رو جواب دادم دیگه. نه خب برید دیگه ایشالا. فکر نکنم زایمانی در کار باشه، این آقا پیره، خیلی پیره، فکر نکنم بچه دارونی. آره نه اصلا نگران نباشین، تولد دیگه نیست. فعلا خداحافظ عزیزان، بای بای.